بعد از دیدن این ویدیو میفهمیم که چرا سالانه بین 1.5 تا 2 میلیون نفر جزیره کیش رو برای سفر انتخاب میکنن. جزیره کیش اصلا چند وقته که مال ایرانی هاست و تاریخچه‌اش چیه؟ جذابیت‌های کیش چی هستش؟ چه اشغالی میشه اونجا انجام داد؟ بهترین زمان برای سفر به کیش کیه؟ بهترین هتل‌هاش کدوماست؟ و هزینه اقامت در اونها چقدره؟ با من همراه باشید. جزیره کیش یک جزیره مرجانی با دیدنی‌های ناوی مثل ساحل مرجان، شهر قدیمی هریوه، بازار مروارید، هتل داریوش و تورنج، کشتی بگل نشسته یونانی، مراکز خرید متنوع با قیمت‌های عالی، ورزش‌های ساحلی و غواصیه که هر ساله بین 1.5 تا 2 میلیون نفر توریست رو به خودش جذب می‌کنه. خب وقتشه که یک تاریخچه خیلی کوتاه از کیش بدونید که برای اطلاعات عمومیتون هم خوبه. جزیره کیش از زمان هخامنشیان تحت سلطه ایرانی‌ها بوده، اما از سال 912 تا 1031 یعنی حدود 300-400 سال پیش 120 سال بوده که نیروی نظامی پرتغال کیش رو به اشغال خودش درآورده بوده. سپاه شاه عباس موفق به فتح کل خلیج فارس و تمام جزیره‌هاش. بعد از اون در سال 1349 مشاوران بین‌المللی این جزیره رو به عنوان یک مرکز توریستی بین‌المللی انتخاب میکنن و از اون به بعد جزیره کیش شروع میکنه به رونق گرفتن. اما از جذابیت‌های کیش اگه بخوام براتون بگم، غواصی، جت اسکی، پاراسل، کایت بوردینگ، کیبل اسکی، فلای بورد فقط بخشی از فعالیت‌های برای کسی که عشق ورزش دارنه. به علاوه مراکز خرید فوق‌العاده‌اش برای عشق خریدا و همینطور صنایع دستی خاصی که جزیره داره یکی دیگه از جذابیت‌های کیشه. جزیره کیش البته جذابیت‌های گردشگری تاریخی هم داره، مثل حریره که یک شهر ویرانه و خالی از سکنه است، یا شهر زیرزمینی کاریز یا پایا. یکی دیگه از جاذبه‌های گردشگری کیش درختان لور یا انجیر بنگالیه که هم بسیار کمیابن هم بسیار کهنسالن. جزیره کیش پارک‌های ساحلی تفریحی زیادی داره، مثل پارک برفی پنگوئن، پارک آبی اوشن، پارک هنر، ساحل مرجانی، سواحل ماسه‌ای، باغ وحش و آکواریوم و باغ پرندگان، دلفیناریوم، شهر زیرزمینی و کلبه هور و کشتی‌های تفریحی و کشتی به گل نشسته یونانی جاذبه‌های دیگر و البته یک بخش جنگلی حفاظت شده به اسم آهوان آزاد. هرچند محدودیت‌های اجتماعی باعث میشه که گردشگرای خارجی کشش کمتری نسبت به سواحل مشابه در کشورهای دیگه داشته باشن، اما هنوز هم میشه توی کیش خیلی خوش گذرید. و اما بهترین زمان برای سفر به کیش کی میتونه باشه؟ خیلی راحت بهتون بگم که تابستون رطوبت هوا به 100% هم میرسه و اگر عادت ندارید به رطوبت و گرما، تابستون اصلا مناسب نیست. بجاش میتونید فصل زمستون و 2 ماه اول بهار رو برید اونجا لذت ببرید. نکته مهم دیگه که میتونم بگم اینه که 2-3 روز آخر هفته همیشه قیمت‌ها بالاتره، پس اگر بودجت کمتره میتونی تابستون رو انتخاب کنی و اونم اوایل هفته. بهترین هتل‌های کیش: هتل داریوش معروف‌ترین و بهترین هتل جزیره کیش به حساب میاد که حتی خود هتل به عنوان یک جاذبه توریستی جزیره ازش بازدید میشه. این هتل رو با الهام از تخت جمشید ساختن و از امکانات هتل میتونن به دریاچه اختصاصی، زمین پینتبال، زمین‌های ورزشی، کشتی تفریحی، زمین‌های تنیس و میزهای بیلیارد و یک آکواریوم آب شور که خیلی زیبا و دیدنیه اشاره کنم. البته اقامت توی هتل برای 3 شب بین 8 تا 12 میلیون تومان هم هزینه داره. هتل بعدی هتل تورنجه که به سبک هتل‌های جزایر مالدیو کارائیب ساخته شده. یه هتل خاص و باحاله که روی دریا ساخته شده و کف اتاق‌ها یک بخش شیشه‌ای داره که از داخل اون میتونید کف دریا رو ببینید. اقامت توی این هتل هم برای 3 شب بین 17 تا 20 میلیون و بیشتر هزینه داره. هتل پارمیس هم یکی دیگه از هتل‌های عالی جزیره به حساب میاد و رستوران‌های خوبی داره. اقامت توی هتل پارمیس برای 3 شب بین 7 تا 8 میلیون تومان هزینه داره. هتل پانوراما هم از هتل‌های خوب کیشه که برای 3 شب اقامت بین 7.5 تا 9 میلیون تومان هزینه داره. هتل میراژ، هتل مارینا پارک و هتل بین‌المللی کیش هم از هتل‌های خوب کیشن که برای 3 شب حدود 5 تا 10 میلیون تومان باید هزینه کنید.
البته جزیره کیش هتل‌های زیادی داره که من در این ویدیو فقط به گرانترین ها و بهترین ها پرداختم و اگر میخواید درباره هتل‌های کیش بیشتر اطلاع داشته باشید از ویدیوی هتل‌های کیش همین الان بازدید کنید. امیدوارم که این اطلاعات به دردتون بخوره و از سفرتون به کیش لذت ببرید. برای دیدن ویدیوهای بیشتر از من کانال ساب کنید که ویدیوهام روی صفحه اصلی یوتیوبتون نشون داده بشه.